با دستور رهبر دولت در جماعت دهات 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان دهه اتفاق ناحیه وخش کارهای برقرارسازی خانه‌های ساکنان ضرر دیده از آفت طبیعی فوراً آغاز گردیده همه ضرر دیده ها تحت غمخواری دولت قرار گرفتند. سنه 27 ایون به مناسبت روز وحدت ملی با اشتراک معاون رئیس ولایت ختلان اکرم سلیمانزاده و معاون رئیس کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گراجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان پالکونیک سلیمان ایسازاده و رهبریت ناحیه و سرداران 6 اویلای دهه اتفاق که ساختمان منزل استقامتیشان به انجام رسیده است کلید خانه‌های نوشان تقدیم کرده شد. من سرول مینتداری خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما چنین خانه نو و زمانه‌ای ساخته به استفاده دادند. یادآور می‌شویم که سنه 11 می سال روان در دهه اتفاق ناحیه در نتیجه بارشات باران زیاد و آمدن سیل 41 خانه استقامتی شهروندان پورا خراب شده بود. با دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان منزل‌های استقامتی از آفت طبیعی ضرر دیده ساکنان دهه پورا ساخته و مرحله به مرحله به استفاده داده می‌شود. با کمک و دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب علی امام علی رحمان از طرف ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات و فیلیال کارخانه واحد دولتی مرکز سرتیفیکاسیون کنونی کار و خدمترسانی نقلیاتی در منطقه باختر طبق سفارش مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان از سنه 3 ایون سال 2021 ساختمان منزل را شروع نمودیم. با اطلاع مسئولین در دهه اتفاق تا این مدت بیش از 10 منزل استقامتی با تمام شرایط روزگار تامین و با استفاده داده شد. با دستور پیشوای ملت در این دهه که بیش از 400 خواجگی دارد مکتب و بنگاه طبی ساخته با استفاده داده می شود. همچنین در این روز تجلیل از جشن وحدت ملی از جانب بخش فرهنگ ناحیه وخش کنسرت عیدانه برگزار کرده شد. اسکندر دولت، مومنشاه عزیز، ناحیه وخش. اخبار